بسیار خب، ما بحث پانچ رو با هم دیدیم، یه چند تا تمرین هم انجام دادیم که به چه صورت چک میشه، مفاهیمش رو دیدیم، این بحثی که دور تا دور پانچ میشه و اینها. الان امروز میخواییم یه سری ضوابط تکمیلی تر بخونیم، از جمله توی صفحه 387. تو صفحه 387 اینجا اومده گفته که شما 2 تا حالت دارید: without shear reinforcement with shear reinforcement. ممکنه یه فردی بخواد برای اینکه جواب بگیره از آرماتور برشی استفاده کنه، یعنی بیاد ببینه پانچش جواب نمیده، این نیروی زیاده، این نیروی زیاد. 2 تا آپشن داره: یا باید ضخامت دالش رو افزایش بده، ضخیم‌تر بسازه تا مقاومت بره بالا. ایشون برای اینکه مقاومت اینو افزایش بده باید ضخامت اینجا رو زیاد کنه، میتونه کتیبه بذاره یا کل دال رو ضخیم‌تر بسازه. این یه آپشنه. یه آپشن دیگه نه، معماری بهش گفته که نمیخواد اینو ضخامت رو نباید زیاد کنی، محدودیت داریم. اون وقت باید با فولاد تقویتش کنه. چجوری تقویتش کنه؟ از آرماتور پانچ استفاده کنه. ببینم اینجا شکل ندارم، نه اجازه بدید این ور فکر کنم شکل داشته باشم. از آرماتور پانچ میتونه استفاده کنه. خب میتونه یه همچین خاموتهایی رو داخل دال کار بکنه. چه جوری میشه کار کرد؟ میشه این خاموت کار کرد داخل دال. مثلا این پلان ها معنیش چیه؟ این شکل ها رو من ACI برداشتم، تو ACI هستش، تو جزوه شما نیست ولی تو خود آیین‌نامه ACI تو کامنتریش هست. این مفهوم این شکل ها چیه؟ شما میتونید داخل دال خاموت کار کنید، به این صورت کار کنید. میتونید به آرماتور بند بگید که تصور کنه که تیر داره، 4 تا میلیگرد رو داخل دال قرار بده، این هم ستون، این هم ستون زیرش. منتها این تیرهایی که از این روبرو نگاه میکنیم به این شکل دیده میشه. این 4 تا میلیگردی که اینجا میبینید به این صورته. بعد بیاد روی اینا خاموت ببنده، بهش بگیم تیرهای همضخامت دال. انگار همضخامت دال این تیر داره و خاموت بسته. خب بس فقط مشکل از طرف من هست، یعنی کلا اینترنت هم قطع میشه و حتی موبایل هم قطع میشه، یعنی نو سرویس میزنه موبایل. خاموش روشن میکنم، بعد از یه تایمی برطرف میشه. یه باد شدیدی هست ولی فکر نمی کنم به باد ربط داشته باشه. داشتم عرض میکردم که این داخل دال انگار تیر مخفی میخوای کار کنی، تیرهای همضخامت دال کار کنی. یعنی این دالی که وجود داره، همضخامت دال برداری خاموت ببندی داخل خود این داله، انگار که 2 تا تیره. ما وقتی که تیر کار میکنیم چه فرقی با این حالت داره؟ شما تو تیر عادی اصطلاحا میگیم داله آویز داره، یعنی تیره اینجوری کار میشه. این دالی که میاد به ستون میرسه، از 2 طرف بهش تیر خورده دیگه، این میرن و به ستون میرسن اینجا. خب این تو شرایط عادی شما میگیم که دال با تیر داریم، این دال با تیر هست و این تیرها خاموت دارن.
این تیرها خاموت داره. حالا تصور کنید همین تیری که ای بابا من اینترنت جهرومی نمیدونم والا، نه فکر نکنم. من حالا نمیدونم چقدر اینترنت هم از اونجا استفاده میکنه چقدر از اینور اطلاعی ندارم، ولی حالا ایشالله که دوبار قطع شد. اگر ادامه پیدا کنه شاید مجبور شیم فوق‌العاده بذاریم مثلا روز پنجشنبه یه چیزی شما تشریف بیارید. امروز اینجوری شده، تا دیروز من جلساتی داشتم و اینا اوکی بود. موضوع مال همین امروز هستش، امیدوارم که دیگه قطع نشه. حالا نمیدونم صحبت هامو تا کجا شنیدید و در جریان بودید. داشتم عرض میکردم ان شاءالله که دیگه قطع نشه، داشتم عرض میکردم که شما وقتی دال با تیر دارید این تیرها ارتفاعشون از دال میزنه بالا. حالا تصور کنید همین تیرها رو همزخامت دال بخوایم کار کنیم، یعنی این دالی که اینجا وجود داره داخل همین دال ما خاموت ببندیم و این تیرها رو کار کنیم. اون وقت شما میتونید در حقیقت خاموت قرار بدید داخل دال و شکلش میشه به این شکل، شکلش میشه به این فرم. اینا پلان هستن، این ستون هست این وسط و این تیرهای مخفی اصطلاحاً اومده و خاموت‌ها، این آبی رنگ‌ها هم خاموت‌های این تیرها هستن که حالا میتونه به صورت 3 ساقه باشه، 2 ساق باشه یا هر فرم خاصی رو داشته باشه. اون وقت میگیم ما دال بتونیمون خاموت دارد، خاموت برای پانچ داره و وقتی میخواد پانچش کنه اتفاقی که میفته چون 45 درجه میخواد برش بده، بخواد پانچش کنه این 4 تا تیر مخفی هم باید ببره. این وقتی که میخواد دال رو پانچ کنه و دال سقوط کنه این وقتی میخواد سقوط کنه این خاموت هایی که اینجا گذاشتید دوخت و دوز انجام میدن. این خاموت هایی که داخل دال گذاشته شده اینا میدوزن، اجازه سقوط نمیدن و کمکش میکنن. اون وقت میگیم مقاومت پانچ ما مساویس با یه بخشیشو بتون میگیره، یه بخشیشو میلگرد ها میگیرن. یه بخشیشو بتون میگیره، یه بخشیش رو میلگرد میگیره. به این صورت هم اون وقت میشه طبق این صحبتی که اینجا هستش توی آیین‌نامه وید رینفورسمنت، یه VS هم از نوع البته این تنش صحبت کرده، تنش مقاوم بتون، تنش مقاوم خاموت‌های برشی میاد به کمکش. این دوتا با هم کار میکنه. خب این چجوری حساب میشه؟ این چجوری حساب میشه؟ اول اینا رو با هم ببینیم. اگه یادتون باشه برای بتون ما اینجوری گفتیم بتونش اینجوری حساب میشه. فی گفتیم 3 تا فرموله، عمدتاً فرمول اول به شرطی که ستون مربعی باشه، ضخامتش هم نازک نباشه، فرمول اول حاکم میشه. رادیکال اف پرایم سی به صفر ده. به صفر مساحت اون چالهه بود و اینم تنش بود. این
این همون VSC کوچیک هستش. VSC کوچیک هست که به مساحت چاله ضرب میشه. این VS چجوری حساب میشه تو حالت پانچ؟ من یادآوری کنم که برای تیرها شما وقتی خاموت داشتید فاصله شون هم S بود، عمق مؤثر تیرم D بود، VS اینجوری حساب میشد AV اسوم D FY T. S فاصله خاموت ها بود، D عمق مؤثر مقطع بود، AV هم جمع ساق ها بود. مثلا میگفتیم 1 2 تا ساق که تکرار میشه. AV هم جمع ساق ها بود. این برای تیر عادی بود. الان وقتی شما پانچ اتفاق میفته، وقتی که این خاموت ها رو قرار دادید به فاصله S، چهار تا تیر رسم کردم، اینم ستونه. دقت کنید که این تیرها به صورت متعامد، اینجا شما تیر دارید، دو تا تیر متعامد دارید. فرق پانچ با برش یک طرفه اینه که هر چهار تا اینا با هم بریده میشن. یعنی وقتی میخواد سقف سقوط کنه انگار شما 4 تا تیر رو میبرید، 4 تا تیر رو میبرید. پس VS من اینجوری میشه. این اسی که اینجا میبینید همون فواصل خاموت هاست. این عمق مؤثری که میبینید همون ضخامت داله، ضخامت مؤثر داله. FY هم خاموتشه. FY هم خاموتش هستش. FY خاموتش. این IV که میبینید باید بنویسم 4 تا. حالا فکر کن ببین چرا 4 تا یا 8 تا. 8 تا میشه. 8 تا باید بنویسم 8 تا. چرا 8 تا؟ اینو تو نقشه ها اینجوری رسم میکنن. این چیدمان خاموت ها رو تو نقشه ها اینجوری رسم میکنن. این ستون رو قرار میدن، به این شکل رسم میکنن، جوری نقطه میذارن. بعد روی این می نویسن چی؟ یه کادر بسته میکشن، می نویسن فی مثلا 10 ات 10. آرماتوربند میفهمه که این دوتا نقطه ای که میبینی اینجا، هر کدوم از این دوتا نقطه ها دوتا ساق قائم این خاموت بسته هستند و چون هر تیری 2 تا ساق داره و چون 4 تا تیره، 4 دوتا میشه 8 تا. خب یکی شاید اومد 3 تا نقطه گذاشت، اون وقت چی؟ تو هر ردیفش 3 تا شد. خب اگه تو هر تیری یعنی مثلا اینجوری شد. هر کدوم از اینا 3 تا ساق شدن. اون وقت منم به جای 8 تا می نویسم 12 تا. این میشه VS من. از این قسمت تو سوالهای امتحانی سوال کم اومده یا اصلا نیومده. تو کتاب ها هم زیاد بحث نشده. یه موضوعی است که خیلی رایج نیستش. حالا جلوتر بیشتر آشنا میشیم. تو ادامهش بعد از اینکه فهمیدیم این خامودهای دال به چه شکل هستن، توی ادامه میاد بحث میکنه. میگه که فقط یه مشکلی وجود داره. میگم چه مشکلی؟ میگه این VSC که حساب میکنی و 3 تا فرمول بود، این VSC 3 تا فرمول بود دیگه و معمولا هم فرمول اول حاکم بود.
این سه تا فرمولی که میبینید تو حالتی است که خاموت ندارید، ویداوت شیره، ویداوت شیر هست، خاموت ندارید. خب منظور میگه که اگر شما خاموت داشته باشید تو صفحه 389 VSC تون خاموتتون از نوع استیراب باشه میشه این. نفهمیدم یعنی چی. الان من عرض میکنم. منظورش اینه. من 2 تا حالت رو اینجا می نویسم. مقاومت پانچ دال بدون خاموت، پانچ دال با خاموت. این اینجوری حساب میشه. فی وی ان مساوی است با فی وی سی و این هم مساوی است با معمولا میشه 33 صدم رادیکال اف پرایم سی به صفر. البته 3 تا فرموله، باید مینیمومش رو برداریم. یه فی هم میخواد. این 3 تا فرمول بود که اکثرا فرمول اول قرار شد حفظ کنید. فرمول اول حاکم میشه. حالا اگه من بخوام پانچ داشته باشم و بخوام با خاموت جواب بگیرم اینجوری میشه. به این شکل میشه. چه ربطی داره الان مثلا خاموت اضافه میکنیم این عوض میشه؟ آره. شما میگه اگر اینجا خاموت اضافه کردی این عوض میشه. خب چند میشه؟ این میشه. بهتر شد یا بدتر شد الان نسبت به این حالت؟ نصف شد. مثلا فرض کن شما نمیخوای خاموت بذاری، میگی آقا این چقدر تحمل داره؟ میگیم 1000 تا. این داله بدون خاموت چقدر تحمل داره؟ میگیم 1000 تا. بعد میای میگی اگه من خاموت بذارم تحملش چقدره؟ میگم خاموت شما چقدر میگیره؟ میگی خاموت من 200 تا میگیره. من خاموت اضافه کردم 200 تا مقاومت. میگه خیلی خوب بتونت میشه 500 تا. الان مقاومت شما شد 700 تا. کمتر شد که به جای 1000 مقاومت من شد 700 تا. یعنی چی؟ آیین‌نامه دقیقاً داره همینو میگه که شما اگر خواستید از کمک خاموت استفاده کنید باید مقاومت برشی بتون رو از یه رابطه دیگه استفاده کنین که احتمالاً متضرر میشی، چون عموماً رابطه اول حاکمه، این تقریباً نصف میشه. یعنی من الان دستی هزینه کردم، خاموت گذاشتم، اوضاع بدتر شد، مقاومتم کاهش پیدا کرد. این بتون مثل اونایی میمونه که این بتون میگه من مقاومتم 1000، میگم خیلی خوب الان خاموت اومد کمکت، میگه اون بیاد من نیستم. میگم کی بیاد؟ میگه اون خاموت بیاد من نیستم. میگم خب تو که 1000 تا تحمل میکردی، میگه نه من این 500 تا تحمل میکنم، اون بیاد من 500م. میگم خب اون 500 اضافی چی؟ میگه برو بده خاموتت تحمل کنه. باش مشکل داره. از اینایی که وقتی میگی با یه نفر مثلا همکاری کن، به جای اینکه همکاری کنه یه خورده هم میزنه چوبلا چرخش میذاره، این میگه اون خاموته بیاد من نیستم، این برو بده خاموتت بگیره، خاموت جونت این نیروی اضافی رو تحمل کن. حالا مفهومش چیه؟ این از نظر آیین‌نامه گفت.
ولی خب غیر منطقی به نظر میاد آخه. یعنی چی؟ بتون بالاخره یه مقاومتی داره دیگه، چه معنی داره ما بیایم بهش خاموت اضافه کنیم بگه اگه اون بیاد من مثلا نیمسوز کار میکنم، من در حضور خاموت قهر میکنم، من قهرم، من تنبلی میکنم، کمکاری میکنم، برو بده خاموت تحمل کنه. این علتش اینه، این علتش این هست. حق داره، این حق داره که وقتی خاموت تشریف میاره نصف جون بشه. دلیلش اینه. خب اون وقت نمیصرفه من خاموت اضافه کنم، چه کاریه؟ والا بعضی وقتا آره شما اضافه کردن خاموت توجیه اقتصادی نداره، خیلی وقتا به خصوص تو فونداسیون و اینا معمولا ملت با افزایش ضخامت جواب میگیرن، بدون خاموت پانچ رو جواب میگیرن. تو کارها نمیان خاموت پانچ میزنن ها، ولی اکثرا نمیزنن به خاطر همین غیر اقتصادی شدنش. حالا علتش اینه، این خاموت ها زمانی کار میکنند، فرض کنیم فونداسیونه، این الان پانچش کرده، اینو هل دادیم، ستون نشسته رو فونداسیون و فونداسیون رو پانچش کرد. این خاموت ها تا زمانی که این شکسته اتفاق نیفته و گپه ایجاد نشه کامل کار نمی کنن. زمانی این خاموت ها به FY میرسند و فول ظرفیت به کمک ما میرسند که شکافی ایجاد شود. یعنی اول بتون بشکنه، تا قبل از شکستن بتون این خاموت ها خیلی کار نمیکنه، هنوز بتون نشکسته. اول باید بتون یعنی بتون اول میاد تا مقاومت 1000 میرسه، میگه خب خاموت تو هم بیا، میگه من هنوز نمیام، تو اول بشکن، اول اون گپه ایجاد بشه. این میگه خب من بشکنم نصف جون میشم، میگه باشه دیگه شما تا گپه ایجاد نشه من کار نمیکنم. بعد از اینکه بتون نصف جون شد و اون محصوریت از روش برداشته شد، شکافه باز شد، این خاموته میشه نوشدارویی پس از مرگ بتون مثلا. بس تقصیر بتون نیست، این خاموته خودشو دیر میرسونه. اینجوری نیست بتونه قهر کنه، بتونه از اول 1000 هست، این متاسفانه خاموته به موقع خودشو نمیرسونه. برای همین آیین میگه که اگه خواستی رو مقاومت این خاموت ها حساب باز کنی، باید این از مقاومت نصف جون شده بتون استفاده کنی. اینجا گفته این headed shear استاد ما اینو بحث نکردیم، اینا مربوط به گلمیخ ها هستن. گلمیخ یعنی اینجوری، به جای خامود میشه یه صفحه اینجا آبی رنگ نشون داده شده، یه صفحه فولادی رو روش استادهایی رو جوش داد. بس بنابراین یه صفحه آبی رنگی خواهیم داشت که روش استادهایی جوش داده شدن. اینجا جوش داده شده، این سرشون هم اینجا سر داره، اینجا جوش داده، اینا روی این جوش داده شده، روی این صفحه آبی رنگه. این شکل سمت راست هم صفحه رو میبینیم. بعد این گلمیخای نارنجی رنگ روش جوش داده شده و اینا رو میچینن داخل دال. خب بهش میگیم استاد. حالا اگه از این استادا استفاده کنید، مقاومت بتون با اینا حساب میشه. اگر نه، استیراپ یعنی خاموت بیشتر رایجه تو ایران. اگر از خاموت عادی استفاده کنید، مقاومت VSC تون میشه 17 صدم رادیکال F پرایم C، بس نصف جون میشود، در حالتی که ویت شیر رینفورسمنت داریم ما اینجا. آره دیگه، این آی مهندس میگن که تو گفتی اگه تیر داشته باشیم لازم نیست چک کنیم. اینجا هم تیر نداریم. من برای اینکه مطلب رو توضیح بدم گفتم اصطلاحاً تیر مخفی که شما تجسم کنید، عملاً تیری وجود نداره. این چون همزخامت دال هست،
تیر زمانی داریم که قشنگ آویز داشته باشه، یه ارتفاعی داشته باشه و برش خود تیرم چک بشه. این تیر مخفی هایی که ما اینجا میذاریم یا حالا کلاف یا اسمشو هر چی میخواید بذارید، عملا برششون چک نمیشه، اینا مدفون در دال هستن. این میلگردهای طولی مشکی رنگ هم کمکی میذاریم که خاموت ها رو بشه بست، برای بستن خاموته. عملا تیری وجود نداره. من برای اینکه شما تو ذهنتون شبیه سازی کنید اصطلاح تیر رو به کار بردم. نه آی مهندس، تیری وجود نداره، داخل دال خاموت کار کردیم. در حقیقت داخل دال خاموت کار کردیم. خب من چند تا مثال با هم حل کنیم. مثلا بریم صفحه 391. صفحه 391 ببینیم که چی گفته. گفته بار محوری نهایی یک ستون 3500. خیلی خوب. محاسبات نشان میده ظرفیت بتون برای تحمل برش دو طرفه پانچ برای شالوده از این رابطه به دست میاد. این رابطه آیین‌نامه قدیمه، شما مثلا به جاش میتونید بنویسید. الان با آیین‌نامه جدید بخوایم بگیم انگار که برگرده بگه از این رابطه به دست میاد. انگار که بگه از این رابطه به دست میاد. این تو مبحث نوح قدیم اینجوری می نوشت. شما میتونید اینو خط بزنید، به جای 33 صدم بنویسید. میگه ما اینو حساب کردیم 3200، این بتون 3200 تا میگیره. اگر بخوایم برای جبران ضعف از میلگرد استفاده کنیم، میلگردها باید چقدر تحمل داشته باشن؟ این جان کلامش اینه. میگه که این ستون ویویی که میزنه 3500 کیلو نیوتنه. البته این یه بخشیش از زیر خنثی میشه که من وارد اون بحث نمیشم. گفته فرض کنید این برشی که به پی میزنه 3500. الان شما نگران هستید که این پانچ بشه، نگران هستید که پانچ بشه. میایید چک میکنید، میگید آیا نیروی وارده رو میتونه بتون تحمل کنه؟ یعنی 33 صدم، میگم نیروی وارده چنده؟ میگه 3500 زده بهش. بتون شما چقدر میگیری؟ میگه من 3200 تا میگیرم. نشد دیگه، 300 تا کم داریم. بتون 300 تا کم داره، ضعیفه. میگه اشکال نداره، خاموت میذاریم اینجوری میشه. خب نیرو چند بود؟ نیرو میگیم 3500. الان میگه میخوای خاموت بذاری، خاموت ها باید چقدر نیرو تحمل کنن؟ اگه این موضوع رو نمیدونستی به اشتباه میگفتی بله بتون 3200 تا میگیره، بس بقیهش هم کی باید بگیره؟ بعد حتما 300 تا هم میدیم به خاموت ها دیگه. میگفتی جواب 300. اگه موضوع رو میدونستی که در حضور خاموت این باید چی بشه؟ این باید به جای 33 صدم با 17 صدم حساب بشه. یعنی تقریبا نصف این، تقریبا 1600 تا میگیره. اون وقت بقیهشو کی باید بگیره؟ از 3500 1600 تاشو بتون زحمتشو بکشه. از این کم کنیم، اگه این 1500 بود میشه 2000، میشه 1900 تا. این خاموت‌های بیچاره، خاموت‌هایی که اینجا گذاشته میشه، اینا باید با کمال شرمندگی 1900 تا تحمل کنن. یعنی نصف بیشتر بار رو باید اینا بگیرن. حالا البته دقیق بخوای بنویسی، اگه با آیین‌نامه جدید 33 صدم بشه 3200، باید ببینی 17 صدم چقدر میشه. باید دقیقش رو بخوای بنویسی اینجوری میشه.
17 صدم تقسیم بر 33 صدم ضرب در 3200 میشه 1648 تا، تقریبا 1650 تا. این 1650 تا میگیره. 1850 تاش با این نام جدید میرسه به خامودها. اینو باید حواست می بود، میگفتی که گزینه 2 درست. البته گزینه 1 رو هم گذاشته ها، یعنی این هم گذاشته که شما بگید چه طراح خیلی سوال آسونی داده، 3500 تا نیرو زده، این باید کمتر از فی وی سی به علاوه فی وی اس باشه. خب 3000 همه این اشتباه کرده بودن دیگه. 3200 تا بتون میگیره، سهم این میشه 300 تا. گزینه 1 رو زده بودن، باید میگفتی گزینه 2 میشه، چون این 3200 تا نمیگیره. این وقتی خامود بیاد نصف جون میشه. خیلی خوب. بازم ضوابط دیگه ای داریم. آره یه ضابطه دیگه مونده تو صفحه 390، اینم بخونیم دیگه تمام است. برو صفحه 390. خب خدا رو شکر دیگه این دیسکانکت شدن هامون ظاهرا برطرف شد. این بحث ماکزیموم رو مطرح میکنه. خب ببینم اینا یادتون هست از بتون 1 که ما برای تیرها میگفتیم که فی وی ان مساوی است با فی وی سی به علاوه فی وی اس. این بود 17 صدم این بود آ وی اسوم دی اف وای تی. بعد میگفتیم که این باید یه ماکزیمومی هم داریم. این حد اکثر کی یادشه چقدر میشد؟ یعنی مثلا این 100 تا بگیره، این حد اکثر چقدر میشه خامود گذاشت؟ کسی یادش هست این ماکزیموم تو درس بتون 1 چقدر بود؟ آفرین عرفان. 5 وی سی توتالش بود، 4 وی سی سهم خاموتش بود. 500 تا. دقیقاً. البته دقیقاً هم 5 وی سی نمیشد به خاطر همون تبدیل اعشارها و اینا. متن آیین‌نامه اینجوری بود که کمتر از کمتر از 66 صدم رادیکال اف پرایم سی به عده به علاوه و 3 بود. خب که این 66 صدم رو تقسیم بر 17 صدم میکردی، این تقریبا خودش میشد 4 وی سی. 4 تا و یه دونه وی سی میشد 5 تا وی سی. تقریبا 5 تا وی سی. این برای بتون عادی بود. الان برای پانچ، وقتی پانچ میخواد رخ بده، و اینجا یه چاله ای تشکیل میشه، از شما بپرسن حد اکثر خاموت هم داشته باشی، با خاموت باشه میگید مقاومتش اینه. چون خاموت گذاشتیم این مثل بالایی میشه فی 17 صدم رادیکال اف پرایم سی. این دفعه به 0 ده. فرق پانچ با بالایی چیه؟ اینجا به بده ضرب میشه، این به، این هم ده. تو پانچ به جای اینکه به بده ضرب بشه به مساحت چاله ضرب میشه. چرا 33 صدم نشد؟ چون آرماتور پانچ گذاشتی، خاموت گذاشتی. این چی میشه؟ اینم همونه، اینم همونه.
فقط اینجا آیه وی که میذاری جمع ساق این خامودهایی است که گذاشته میشه. مثلا اگه 4 تا تیر مخفی گذاشتی میشه 4 تا ضرب در 2 تا ساق. الان این هم یه ماکزیمومی داره. ماکزیموم اینه. من این همه مقدمه سازی کردم که ذهن شما آماده بشه که بگم که ماکزیموم اینه. نیم رادیکال اف پرایم سیه. تو آیین‌نامه همشو با تنش نوشته، من با نیرو می نویسم. تو آیین‌نامه مثلا به سفته رو ننوشته، فقط تنششو نوشته. من به مساحت این سطح هم ضرب می کنم تا بشه نیرو. خب این تقریبا چند ویسیه؟ این تقریبا 3 برابر اینه، یعنی حدوداً حدوداً 3 تاست. این حدوداً 5 تاست. بالایی 5 تا VSC، پایینی 3 تاست. این نیمو به خاطر بسپار. اون وقت اتفاق جالبی میفته. الان من این بالایی رو پاک میکنم، این چون برای یادآوری بود، این تیر رو پاک میکنم، یادآوری تیر رو پاک میکنم. شما بدون خاموت موقعیت پانچتون معمولا اینجوری میشه. با خاموت اینجوری میشه. اصلا این هم همینجا می‌نویسم و میخوام شما تفسیر کنید که این الان چه نتیجه‌ای میگیرید. من چقدر میتونم حد اکثر انتظار داشته باشم بعد از اینکه کلی خاموت گذاشتم اینجا، ته تهش آیین‌نامه اجازه میده من این مقاومت با خاموتم رو به چند برسونم، به چند برابر VSC بدون خاموت. اینجا بنویسم این حدوداً چند برابر VSC بدون خاموته. آیا 3 برابر یا چند برابر؟ دقت کنید که وقتی خاموت ندارید مقاومت با 33 صدم به دست میاد. الان که شما کلی خاموت گذاشتید، یعنی خیلی امیدوار نباشید مثلا آقا من خاموت میزنم این مقاومت رو وحشتناک میبرم بالا. نه، شما رو محدود کرده، دقیقاً محدود کرده به حدوداً 1.5 برابر VSC بدون خاموت. حالا 3 برابر 17 صدم یا 1.5 برابر 33 صدم، یعنی بیشتر از بس. این نیمم حفظ کردن. من اوایلش وقتی جوان بودم میگفتم من حفظ نمی کنم. برای چی حفظ کنم؟ هر موقع لازم شد رجوع میکنم. بعد دیدم نمیشه. بعضی موارد پرتکرار رو حفظ نکنی تسلط تو از دست میدی. یعنی تو باید حفظ باشی که برش یک طرف 17 صدم، البته تبصره زیاد داره، روابط زیاد داره، نمیدونم بدون خاموت باشه با یه رابطه دیگه، خیلی اونا رو نمیخواد حفظ کنی، ولی حداقل فرمول های دیگه به عنوان بیس و اساس هستن اگه تو ذهنت نباشه قاطی میکنی. باید بدونی تو پانچ معمولا فرمول اوله و 33 صدم میشه. اینا رو باید بدونی.
و بدونی که ماکسیموم رو نیمه مثلا، اینا رو بدونی کمکت میکنه، بهتره که حفظ باشید. حالا بریم سراغ صفحه 391. سوال دوم صفحه 391 محاسبات 95 گفته حد اکثر نیروی مقاوم برش دو طرفه فی وی ان یک دال تخت در مجاورت ستون میانی مقطع مربع چنانچه از آرماتور برشی استفاده نشود شده 33 صدم. میگه وی ان بدون خاموت شده 635. اگر از آرماتور برشی کافی استفاده شود، میگه آن بهش خاموت اضافه کردیم، با خاموت یه کافی هم اضافه کردیم، میتوان نیروی برشی مقاوم تا 703 کیلونیوتن را توسط خاموت تأمین نمود. این الان ترجمهش میشه این. اگه روابط تو ذهنت بود سریع متوجه میشدی. 2 تا حالت رو مطرح کرده. گفته در حالت بدون خاموت که با 33 صدم حساب میشه، این قسمت شده 635. این بدون خاموت. با خاموت شما باید سریع میگفتی با خاموت اینجوری میشه ها، دیگه 33 صدم نمیشه، 17 صدم رادیکال اف پرایم سی به صفر میشه به علاوه فی وی اس میشه. الان به جملهش دقت کن. این 703 که گفته چیه؟ مقاومت چیه؟ نیروی برشی مقاوم 703 را توسط فولاد برشی تامین نمود. یعنی 703 اینه ها. یکی در مورد این صحبت کرده، گفته این بدون خاموش 635. بعد گفته ما خاموت کافی اضافه کردیم، این شده 703. ادامهشو بخونیم. در این صورت کل نیروی برشی مقاوم به دست آورده کدام گزینه خواهد بود؟ میگه کل اینجا چقدر میشه؟ اینو خواست. اونایی که تا یه حدی اطلاعات داشتن این کارو کرده بودن، گفته بودن اگه این 635 بس اینم میشه حساب کرد، چون این 17 صدمه، این 33 صدم، اینم 635. حالا ببینم این چند میشه. این 17 صدمه مساوی میشه با میشه 17 تقسیم بر 33 ضرب در 635 میشه 327 و سهم این میشه 327. از کجا؟ از اینجا. نسبت گرفتم. وقتی بی خاموت اینه، الان نصف جون شد، بتون قهر میکنه. قهر که کرد میگه من 300 تا میگیرم، دیگه 600 تا نمیگیرم، به جای 600 تا من نصف تحمل میکنم. اون وقت این دوتا رو با هم جمع بسته بودن، مثلا گفته بودن میشه 1000 و مثلا 30. به اشتباه گفته بودن میشه 1030. بتون نصف جون شد، 700 تا خاموت میگیره، جمع میشه 1030. در حالی که باید اینم چک میکردن. حد اکثرش چنده؟ خب بازم باید از روی این 33 صدم این نیم رو حساب میکردی، ببینیم وی ان ماکس چند میشه اگه نیم باشه.
میشه 962. درسته که شما هزینه کردی، خاموتت خیلی قویه، به علت قوی بودن خاموتت 1000 تا تحمل داری، ولی حد اکثر بیشتر از 960 تا نباید پانچو در نظر بگیرید، باید اینو انتخاب میکردید، میگفتید پاسخ نهایی 962. پاسخ نهایی 962. حالا من اینجا با نصف و اینا رفتم، یعنی اینا رو باید من اصلاح کنم. من با همون ذهنیتی که نصف می شود رفتم، یعنی اینو تقسیم بر 2 کردم شده 1020. اینا رو بهتر اصلاح کنم چون دقیقش با آیین‌نامه جدید الان نصف نمیشه. با آیین‌نامه جدید نباید بگیم نصف میشه، باید بگیم از 635 تقریبا نصف میشه، چون 17 صدم نصف 33 صدم نیست، تقریبا نصف 33 صدمه. این نیم رادیکال افرایمیسی هم 1.5 برابر این نیست، تقریبا 1.5 برابرشه. بنابراین جزو اینا رو در نظر نگرفته، تقریبی رفته. بعد نامردیش اینه که هم اینو گذاشته بود هم اینو گذاشته بود، اکثرا هم متاسفانه اینو زده بودن، یعنی به ماکزیموم دقت نکرده بودن، در حالی که باید گزینه 2 رو میزدن. خیلی خوب، بریم جلوتر. اینو فکر میکنم بررسی کردیم، آسونه. اینو بررسی کردیم. صفحه 393 ببینم چی گفته. اگه آسون باشه رد میشم، به عهده خودتون میذارم. در سازه با سیستم دال دو طرفه بدون تیر میانی بر روی ستونهای با مقطع مربع به ابعاد هر ضلع برابر 700 عمق مؤثر فلان در نیروی برشی مقاوم دو طرفه پانچ دال نازکتر چند درصد دال ضخیمتر برای ستون. 2 تا حالت رو باید حساب میکردید دیگه. 2 تا حالته. یکیش عمق مؤثرمون 180، یکیش 200. فرقش رو این میشه که باز باید بررسی کنیم این از اون 3 تا فرمول کدومش حاکمه. چون آسونه من از جزوه میرم، آسون هست، فکر میکنم حتی میتونم به عهده خودتون بذارم. تو جزوه هم کامل نوشتم چون هر 3 فرمول رو بررسی کردم. لاندای سایزم لازم نبود چون دال نازک است، اینا بزرگتر از 1 در میان، پس اینجا لازم نبود. این بدون محاسبه میتونستید بگید که این 1 میشه، لاندای سایز 1 میشه. چون برای دالهای زیر 25 سانت و خود 25 سانت لاندای سایز ما یه بار چک کردیم دیدیم که 1 میشه، لازم نبود حساب بشه. اینو به عنوان تمرین به عهده خودتون میذارم. این تست کنکور هست، ببینیم چی گفته. اگر عمق مؤثر شالوده زیر ستون 40x40 از 50 سانت به 60 سانت افزایش یابد، مقاومتش چند برابر میشه. اینم ساده است. اینم ساده است. میگه که ما یه حالت داریم که ستون 40x40 منتها ضخامتش عمق مؤثرش 500. یه حالت هم داریم که عمق مؤثرش 600. این فونداسیون، این ضخامت پیه ها، این ضخامت پیه 600. من پلان رسم کردم در حقیقت. الان پانچه اینا چه فرقی با هم میکنه؟ فرقی که با هم میکنه مثلا فرمول این میشه 33 صدم رادیکال افرایمیسی. چاله شون فرق میکنه، چاله هاشون با هم فرق خواهد کرد. چه فرقی بین چاله ها خواهیم داشت؟ نه تنها عمق مؤثرشون متفاوته، این 600 این 500، این ضخیم‌تره، پس چاله ضخیم‌تری خواهد داشت. چاله‌ای که دور این ستون تشکیل میشه
ضخامتش بیشتر از این چاله هستش. در ضمن نکه چاله به فاصله دی دومه، محیط چالهشون هم فرق میکنه. این چالهش به فاصله دی دوم میشه 250. ابعاد چاله این میشه 400 با 2 تا 300 میشه 1000. ابعاد چاله این میشه 900. پس این میشه 4 تا 900، در حالی که این محیطش میشه 4 تا 1000. حالا حساب میکنید مساحت این چاله چند برابره، ولی تنش هاشون یکسانه. میتونستید حل کنید. اینم اوپن بوک نبودا، خب اشکال نداره، باید حضور ذهنی داشتی که یه تنش ثابتی ضرب در مساحت چاله میشه و به یاد میداشتی که این به فاصله دی دوم و اینا باید خاطرت می بود. اگه اینا یادت بود راحت میتونستی. حالا تو جزوه هم حساب کردم، گفتم که اینا ساده میشن، تنش ها ساده میشن. فقط مساحت چاله جدید تقسیم بر مساحت چاله قدیم باقی میمونه که شما باید اینو حساب کتاب میکردید. اینم آسونه. اینجا یه حالت خاصی است. ببین ستون اینجاست، این چالش خیلی خیلی ضعیف میشه. چرا؟ چون متاسفانه داله تا انتها نرفته و گفته که ضخامت عمق مؤثر نه، ضخامتش 15، عمق مؤثرش 12 سانته. پس من باید 6 سانت بیام اینجا. چالهه به فاصله 6 سانت تشکیل میشه، نصف دی دوم. اون وقت کل اینجا چقدر میشه؟ میشه 26 سانت، چون 20 سانت گفته اینجا. بس فقط تنها ابهامش این بود که اینو چجوری حسابش کنیم. بازم فرمول اول، فرمول دوم، فرمول سوم اینا حاکم نشدن، این حاکم نشده، همون 33 صدم حاکم شده. خودتون نگاه میکنید دیگه، ساده هستش. بازم تست کنکور ارشد سراسری 97 در دالی به عمق 20 عمق مؤثر، بر اساس تحلیل و طراحی مقطع فاصله میلیگردهای کششی منفی بالای دال و مرکز ناحیه فشاری بر اثر لنگر خمیشی مقاوم برابر 150 میلیمتر به دست آمده است. فاصله این چی گفته الان اینجا؟ فاصله میلگردهای کششی منفی بالای دال و مرکز ناحیه فشاری بتون. خب من چیکار کنم الان؟ اگر از کتیبه به ضخامت 50 میلیمتر بر روی ستونها استفاده شود، لنگر خمشی مقاوم منفی دال در اطراف ستون به چه میزانی؟ این اصلا به پانچ ربط نداره. من چرا اینجا آوردم اینو؟ این اصلا به پانچ ربط نداره. الان داره میگه که شما یه دالی دارید به عمق مؤثر 200، اصلا بحث پانچ و مطرح نه. در مورد مقاومت خمشی صحبت کردیم. میگه این دال دو شبکه میلگرد هم داره. در مورد لنگر مثبت منفی فکر کنم صحبت کرده بود. فاصله میلگردهای کششی منفی بالای دال و لنگر خمشی منفی دال. پس من باید فرض کنم لنگر منفی وارد میشه. پس عمق مؤثرم هم از اینجا سنجیده میشه. بعد میگه این هاشو رو که بزنیم ناحیه فشاری رو مشخص کنیم، فاصله بین میلگردهای کششی تا وسط ناحیه فشاری، این هاشو رو بحث میکردیم که
ناحیه فشاری Z، این همون Z رو داره میگه دیگه. این صحبتی که کرده داره در مورد Z صحبت میکنه، چون بالا رو میکشیم پایین رو فشار میدهیم. میگه فاصله بین فاصله میلگردهای کششی بالایی داره و مرکز ناحیه فشاری بتون 15 سانت به دست آمده است. حالا میگه اگه ما کتیبه 5 سانتی روی ستونها اضافه شود، لنگر خمشی منفی دال در اطراف ستون به چه میزانی افزایش خواهد یافت؟ پس اینجا هم 150. تو حالت دوم یه 5 سانتی متر بهش ضخامت دید، ضخیم ترش کرد. اگه 5 سانت ضخیم ترش کنیم، همین عبارت عمق مؤثری که اینجا هست، یعنی اون میلگردها هم، حالا پایینی رو دیگه در نظر نمیگیرم، این عمق مؤثرمون میشه چقدر؟ میشه 250 میلیمتر. سوال: آیا ضخامت هاشور تغییر میکند یا تغییر نمیکند؟ مثلا این هاشوره هرچیه، آیا این همون ضخامت باقی میماند یا بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ از وجود میلگردهای فشاری صرف نظر کنید. یعنی فرض کنید اینجا میلگردی وجود نداره، از وجود این میلگردها صرف نظر کنید. آیا این هاشوری که تو دال نازکتر بود الان ما ضخامتشو افزایش دادیم، این ضخامت ناحیه بتون به این میلگردها هم دست نزدیم، میلگردهای فوقانی همونه، فقط بتون پایین رو زیاد کردیم. ارتفاع هاشور افزایش می‌یابد، کاهش می‌یابد یا تغییر نمی‌کند؟ ببینیم نظری دارن دوستان. آقای مهندس علیزاده و شکوهی کیا و یه عده دیگه دارن تایپ میکنن. عمق مؤثر رو اشتباه نکشیدید. برای لنگر منفی کشیدم ها. ببینم چرا اشتباه کشیدم. مرسی. کی گفتش؟ راست میگه. عمق مؤثر رو باید از اینجا میکشیدم. اینو راست میگه. عمق مؤثر رو چون این میلگردها دیگه وجود ندارن، ما تحت لنگر منفی عمق مؤثرمون دقیقاً از اینجا میشه. مرسی آقای مهندس. بله. تو پایینی ولی درست کشیدم. خب حالا در مورد اون ضخامت هاشور نظر بدید. به نظرتون که این هاشوره چجوری تعیین میشد؟ این که این توپل باشه یا نازک باشه؟ کی توپل تر میشد؟ کی نازک تر میشد؟ چجوری اینو تعیین می‌کردیم؟ آیا به این میلگردها ربط داشت یا ربط نداشت؟ یادتونه بتون یک این میلگردها مثلا کم و زیاد می‌شدن چی میشد هاشوره؟ الان میلگردها عوض نشدن و ما بحثی به نام تعادل نیرو داشتیم. باید نیروی، چون خمش خالصه، باید نیروی فشاری مساوی نیروی کششی باشه. به سطح میلگرد کششی ربط داشت. بله. میلگرد زیاد، هاشور زیاد. مرسی های مهندس بزرگمنش. خب نتیجه با افزایش میلگرد هاشور بیشتر میشد. میلگرد بیشتر، هاشور توپلتر، چون با هم باید مساوی باشن. خب همتون دارید اشاره میکنید ولی جرئت نمیکنید بگید تغییر نمیکند. چرا جرئت نمیکنید بگید تغییر نمیکند وقتی میلگردها رو دست نزدیم؟ چون باید کشش اینا مساوی این هاشوره باشه. بس همون میشه. هاشورش دقیقاً همون میشه. بس این 150 هم چند میشه؟ میشه 200. بعد موقعیت خمشی این میشه، اینم میشه AS FYZ. میلگردهاشان یکسان. ASشان یکسان. فقط زده چی شده؟
زدش به جای 150 شده 200. باید سریع میگفتید که با توجه به اینکه ارتفاع مقطع رو زیاد کردید، مقاومت خمیشی به نسبت همون 200 به 150 افزایش پیدا میکنه. میشه گزینه گفته که به چه میزانی افزایش پیدا میکنه. 33% افزایش پیدا میکنه. چون الان اینو حساب کنید میشه 1.33. میگیم 33% افزایش پیدا کرد. نگفته چند برابر میشه، گفته چقدر افزایش مییابد. 1/3 افزایش مییابد. سوال آسونی بود. محاسبات 97 ستون فلان، فواصل محورها فلان، حد اکثر نیروی برشی مقاوم بتون با رفتار دو طرفه بدون استفاده از آن. خودتون حل میکنید، آسونه. همون داستان چاله و 33 صدم و این داستان است. رد میشه. محاسبات 97 ببینم اگه نکته‌ای داره خدمتتون عرض کنم. در صورتی که رده بتون CSC باشه، مقاومت ستون میانی و نیاز به میگد برشی نمی باشد. رده بتون به 35 تقلیل داده شود. چند درصد از نیروی برشی نهایی موجود باید توسط میگدهای برشی تامین شود. این در حقیقت داره اینو میگه که میگه ما یه فونداسیونی طراحی کردیم این یه پی بوده طراحی شده، یه دالی بوده طراحی شده با عمق مؤثر دی. بتونش رو CSC ما طرح دادیم. بعد از کارگاه تماس گرفتن، تلفن زدن، گفتن مثلا دفتر فلانی، گفتی بله، گفتن اون پروژه‌ای که شما 6 ماه پیش طراحی کرده بودی ما می‌خوایم اونو اجرا کنیم. شما میگی مبارک. ایشون هم جواب میده که مبارک، فقط یه مشکلی وجود داره. میگی خب مشکل چیه؟ میگه شما تو نقشه ها نوشتی بتون CSC. نه، ما اینجا یه جایی هستش که اینو نمیتونیم اجرا کنیم. شن و ماسک ضعیفه، درست حسابی تولید مشخصی اینجا وجود نداره، نظارت وجود نداره. ما C25 میتونیم گارانتی بدیم. شما میگی نه نمیشه، ما جواب نمیده. من اینو CSC فرض کردم، شما اینجوری انجام بدی که جواب نمیده. میگه منم برای همین زنگ زدم بگم ببین چیکار میتونی بکنی. ما اینجا نمیتونیم برای شما اینو تأمین کنیم. شما تو جوابش میگی 2 تا راهکار بیشتر نداری. اگه نمیتونی بتونه با کیفیت بریزی، یا این ضخامت رو افزایش بده، اینجا رو ضخیم‌تر بساز، چون پانچش جواب نمیده. یه 10% اینو ضخیم‌تر بساز. ایشون میگه نه من نمیخوام ضخیم‌تر بسازم، چون خاک برداری انجام شده، دوباره نمیخوایم زمین رو بکنیم مثلا یه خاک برداری بیشتر، ما همین ضخامت رو میخوایم. میگه خب بس اون وقت راهکار دوم اینه که آرماتور پانچ بذارید. این دور ستون خاموت پانچ بذارید. میگه خب همونو بگو، چقدر خاموت پانچ بذاریم؟ الان داره همینو میپرسه. میگه که شما اینو طراحی کردی، تموم شده، یه دور دیگه بخونیم. در صورتی که رده بتون در یک شالوده CSC باشه، یعنی طراح اولی اینو فرض کرد، نیروی برشی دو طرفه مقاوم شالوده هم برای ستون میانی لب مرزی با نیروی نهایی وارد شده جواب داده و نیازی هم به خاموت نیست. یعنی تو طرح اولیه محاسب جواب گرفت، لب مرزی جواب گرفت. حالا طرح عوض شده. اگه طرح عوض بشه و بخوایم از بتون C25 تقلیل یافته استفاده کنیم، چند درصد از نیروی برشی وارده باید توسط خاموت ها تأمین بشه؟ ابعاد ستون نمیدونم 40 در
60 نمیدونم عمق و فلان و بهمان رو هم داده. اینو حدودی هم میشد گفت یا نه؟ حالا من اینجا دقیق حل کردم ولی میتونستیم حدودی هم بگیم. حدودی به این معنا که اینجا این بنده خدا اومده طراحی کرده این کارو کرد و جواب گرفت. الان شما طرحو به هم ریختی میخوای این کارو بکنی، میخوای بگی که برای جبران هم خاموت میخوای بذاری. اگه خاموت بذاری این چند میشه؟ باید ببینی چقدر کم شد. به دو جهت کم میشه. اولا یک 33 صدم میشه چقدر؟ به دو جلیل به دو جهت مقاومت شما کاهش پیدا میکنه، خیلی غیر اقتصادی میشه. این 33 صدمت میشه 17 صدم در ثانی. رادیکال 30 میشه رادیکال 25. ببینیم نسبت این دوتا چقدره. وقتی میخوای طرح تقویتی بدی خیلی کم میشه. میشه 17 صدم ضرب در 25 به توان نیم تقسیم بر پارانتز با 33 صدم ضرب در 30 به توان نیم میشه 47 صدم مقدار اولیه. یعنی اگه من اسم اینو بذارم این مگه نمیگه لب مرزی محاسبه شده؟ یعنی خود وی یو هم اینقدر بوده دیگه، با این جواب گرفته. الان این در حقیقت میشه 47 صدم وی یو. میگیم بتون تو چقدر تحمل داری؟ میگه من 47 صدم. میگه چقدر کم. مگه ما چه اتفاقی افتاده؟ یه خورده بتون ضعیف شده. میگه نه، قرار خاموت استفاده کنی، من میشم 47 صدم وی یو. این خاموت بدبختی که میخواییم بذاریم باید نیروی وحشتناکی به اندازه چقدر باید تأمین کنه؟ 53 صدم نیرو رو باید بذاریم رو دوش خاموت ها. 53 صدم خیلی زیاد میشه. که چیه؟ که مثلا میخوایم به جای CSC 25 اجرا کنیم با تقویت خاموت. 53% نیروی برشی وارده رو باید فولادها بگیرن. 53%. که این با آیین‌نامه جدید هست دیگه. حالا با آیین‌نامه قدیم 55% میشد. سوال قشنگی بود. ببین این جور سوالا رو نمیتونی بری فرمول پیدا کنی، باید اینجوری حفظ باشی. اگه قرار باشه شما برید دنبال فرمول بی خاموت و فرمول با خاموت و این داستانا بگردی هول میشی، نمیفهمی، کلافه میشی، اصلا یادت میره این 30 و 25 رو بذاری. ولی اگه حفظ باشی سریع اینو مینویسی، اینم در حضور خاموت رو مینویسی، جاگذاری میکنی، میبینی خیلی راحت حل شد. خب برم ادامه. تو ادامه یه مثالی از کتاب فکر کنم مکگرگور هست یا کتاب وایته، نمیدونم، یکی از این دوتا کتاب ها هست که این یه دالیست. چون مثال خاص و خوبی بود من آوردم تو جزوه. اینا ستون ها هستن، اینا ستونن، اینا ستونن، این ستونه، اینم داله. فاصله ستونا 5.5 متره از هر 5. ستونا مستطیلی هن، مربعی نیستن، مستطیلی هن. بعد اومده گفته که ما نگران برش دال هستیم و صحبتی که کرده گفته که این موقعیت برشی دال رو در اطراف ستون کنترل کنید. این دو جور ممکنه که بریده بشه، به دو شکل ممکنه که بریده بشه، یک طرفه و دو طرفه.
هر ستونی یه سطح بارگیری داره. تو آیین‌نامه این بحث مطرح نیست، ولی تو کتاب‌های بتون اومده که آقا ما اصلا وقتی یه سطحی داریم برش یک طرفه چجوری ممکنه رخ بده. این ستونی که اینجا میبینید یه دونه از ستون‌های میانی ممکنه این اتفاق براش بیفته. این ستون میانی ممکنه که یه شکافی اینجا ایجاد بشه به فاصله دی دوم از به فاصله دی از بر ستون. این شکافه کجا ایجاد میشه؟ این سقفه که میخواد بره به سمت پایین و میخواد شکم بده بره پایین، یه شکافی اینجا ممکنه که تو بر ستون ایجاد بشه و این شکافه ممکنه که اگه این ستون هم سطح بارگیرش رو در نظر بگیریم ادامه پیدا کنه تو کل دال بریده بشه. حالا من به فاصله دی رو یه خورده باید نزدیکتر بکشم، از بر ستون باید رسمش کنم به فاصله دی از بر ستون و این شکافه تا اینجا بیاد. اون وقت میگیم برش یک طرفه اتفاق افتاد. یا ممکنه از این ور بریده بشه، این دالی که اینجا وجود داره از این ور ستون بریده بشه، اینجا سنگینی کنه و اگه یه برش هم اینجا ایجاد بشه کلا داله میفته. میگیم از طریق برش یک طرفه خراب شد. اینجا برش یک طرفه خراب شد. بعد از سقوط این قسمت وسطی بخواد سقوط کنه اینجوری سقوط میکنه. الان این قسمت میانی سمت چپ و سمت راستش با برش یک طرفه کنده شد. این سقف افتاد، از لبه ها بریده شد و افتاد. به این سطحی که بریده میشه میگیم برش یک طرفه. این که چه نیرویی باعث میشه اینجا بریده بشه؟ اگر اینجا بی باشه اینجا هم دی باشه، این نیرو باعث میشه. این نیرو باعث میشه که به این سطح داره بریده میشه. مساحت بتون بریده شده ضرب در تنش مقاوم بتون، این مال یه طرفش. ممکن هست که این به صورت پانچ بریده بشه. این ممکنه که به صورت پانچ بریده بشه، یعنی به جای اینکه این سطح طولانی رو ببره تصمیم بگیره که اینجا رو ببره. اون وقت یه چاله تشکیل میشه، دیگه به این صورت نیست. یه چاله اینجا تشکیل میشه، سقفه میاد پایین، همه این ستونا رو باید پانچش کنه. این ستونا رو باید چیکار کنه؟ موضعی پانچ کنه و سقفه بیاد پایین. الان این سوال میگه هر دو اینا رو چک کن. سوال قشنگی است. میگه هر دوشو باید چک کن. اول برش یک طرفه. وقتی برش یک طرفه رو میخواد چک کنه، اینجا میبینی 5.5 متره. برای این ستون سطح بارگیر حساب میکنه. میگه من فرض میکنم بار این قسمت به ستون میانی میزنه. بار این قسمت جاری میشه رو ستون میانی و بار این قسمت هم میره رو ستون کناری. دوباره هر ستونی یه سطح بارگیر داره دیگه.
هر ستونی یه باری رو دو، این میخواد بیاد خودشو برسونه به این ستون، وزن اینجا منتقل میشه به این ستون. و چون فاصله محور تا محورها 5.5 متره، کل اینجا چقدر میشه؟ از هر طرف نصف 5.5 متر میشه 5.5 متر، میشه 5.5 متر. اون وقت میگه ممکنه که این به فاصله دی از بر ستون اینجاش بریده بشه. حالا اینو چرا ادامه نداده؟ میگه اون دیگه مربوط به سطح بارگیر این قسمته. اگه اینجا هم وزنش زیاد باشه این برشه ادامه پیدا میکنه. ما موضعی برای هر کدوم مجزا حساب میکنیم. مسلما اگر یک نواخت بار همون باشه، همون برش ادامه پیدا میکنه، از برای این ستون هم رد میشه. فعلا برای اینجا کار میکنه. حالا چه نیرویی به اینجا میزنه؟ میگه اصلا تصور کن بقیه ستون ها نیستند، این ستون ها نیستند، این فقط یه دونه سقف تره است. میگه شما تصور کن اینجا یه سقف تره داری که کل وزن این میخواد بیاد روی این ستون. چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته. اگه من تصور کنم همین یه تک ستون هست، یعنی فرض کنم که اینجا اگر 5.5 متره، سطحی که روی این قرار گرفته یه سطح 5.5 متر در 5.5 متر، بقیه سطوح هم رو بقیه ستون ها قرار گرفته. این فرض درسته؟ تا یه حدی تقریب داره ولی میشه قبول کرد. یه فرض تقریبی است، چون به این دقت اگه کاملا متقارن باشه، ابعاد دهانا یکی باشن، آره، ولی نامتقارن باشه تعیینش سخت. اون وقت میگه که خیلی خوب، اگر که این 5.5 متر باشه بخواد از بر ستون بریده بشه، این هم شکل ستون هم اینجوری بود. فکر کنم بذار یه خورده بزرگتر بکشم. یه ابعاد 5.5 در 5.5، یه ستونی تو وسط قرار گرفته و خط برش هم به فاصله دی دوم، به فاصله دی تو برش یک طرفه، به فاصله دی تو برش دو طرفه، به فاصله دی دوم، که این دی هم من 12 سانت یادم میاد اونجا دیدم. حالا چه نیرویی باعث میشه که این در حقیقت بریده بشه؟ اون نیرویی که وارد میشه چیه؟ این نیرویی که اینجا میزنه، ابعاد اینجا میشه چقدر؟ نیرویی که اینجا وارد میشود و این قسمت رو سنگینی میکنه، هول میده پایین، ابعادش میشه، از جزوه کمک بگیرم، ابعاد ستون رو ندارم من. خود ستون ابعادش ببینم کجا گفته، ضخامت دال، عمق مؤثر، خود ستون رو اینجا پایین نوشت 30 سانت در 65 سانت، 30 سانت در 65 سانت. پس بنابراین اگر اینجا 2.75 باشه، نصف 2.5، شما باید به اندازه نصف 65 بیایید، دوباره یه 12 سانت هم بیایید تا برسید به اینجا. پس میشه 2.75 منهای 12 سانت منهای نصف 65 سانت، میشه 2 متر و 35. همین عدد میشه 2 متر و 305. پس اینجا 2 و 305. اینجا هم 5 متر و نیم. پس من بخوام برش یک طرفه اینجا رو چک کنم که میخواد بریده بشه، از اینجا اینجوری باید چکش کنم. این وی یوش رو
بگم کیو یو ضرب در 5.5 متر ضرب در 2 متر و 305. حالا کیو یوش هم باید حساب کنیم ببینیم وزن متر مربع سقفمون چند کیلوه. هر یه متر مربع سقفمون چند کیلو؟ این فی 75 صدم. این عرضی که بریده میشه 5.5 متر. عمق مؤثرم 12 سانتی متر. 120 میلیمتر. نیروی وارد مقاطع برشی این سطحی که اینجا وجود داره. میرم سراغ جزوه ببینم که این اعداد چقدر به دست اومدن. مثلا کیو یو رو چجوری گرفتم. برای محاسبه کیو یو ضخامت اولیه دال رو 15 سانت در نظر گرفتم. بعد گفتم بار مرده کفسازی 75 صدمه، بار زندش هم اینه. پس بخوام کیو یو رو حساب کنم اینجوری حساب میشه. میشه 1 و 2 مرده و 1 و 6 زنده. خب مردم چقدره؟ مقدار مردم مساویست با خود بار مرده کفسازی 75 صدمه. علاوه بر این باید وزن خود دال بتونی رو هم حساب کنم. این کفسازی میاد رو دال. خود دال 15 صدم متر ضرب در هر متر مکعبش 25 کیلو نیوتن بر متر مکعب. این میشه بار مردم. بار زندم چقدره؟ روی سوال گفته 3 کیلو نیوتن بر متر مربع. اون وقت این چند میشه؟ میشه 1 و 2 برابر این به علاوه 1 و 6 برابر این مقدار. میشه 10-2. 10-2 ضرب در چی؟ 10-2 ضرب در 5.5 متر در 2 و 305. پس وی یو من مساوی میشه با این کیو یو ضرب در پارانتز باز 5.5 متر ضرب در 2/305. میشه 129 کیلو نیوتن. تقریبا 13 تن. 13 تن اینجا نیرو میزنه. سمت راست مقاومت هم چقدره؟ این مقاومتی که داریم چقدر میشه؟ مقاومتی که داریم مساویست با 75 صدم ضرب در 17 صدم ضرب در 25 به توان نیم ضرب در 5 و 500 ضرب در 120 تقسیم بر 1000 که بشه کیلو نیوتن. میشه 420 کیلو نیوتن. پس اینجا هم 420 شد. پس جواب داد. دقت میخواد یه لحظه اینا رو اشتباه کنی، یکشو نزنی یا بالا پایین بزنی ممکنه که اشتباه بکنی. توی جزوه ببینم چقدر شده. تو جزوه اف پرایم سی رو چند گرفتم؟ 21 مگاپاسکال گرفتم. مگه روی سوال گفتم که چند باشه؟ آره بس مقاومت فشاری بتون در حقیقت 25 نبود، 21 بود. میشه اون وقت 385 کیلو نیوتن. 380 تقریبا 5 کیلو نیوتن. این هم نیروی وارده هستش. این چرا 2.48 اشتباه کردم؟ بذار ببینم. 2 آها کی میتونه بگه این چیه اینجا؟ کی میتونه بگه؟ بذار اینم کامنتی اومده. آقای مهندس شکوهی کیا به 2.48 اشاره کرده. گفته که بهتره که 2.48 رو بگیریم.
خب چرا چجوری شده که این 2.48 بیشتر میشه؟ من کجا اشتباه کردم؟ چون ستون مستطیلیه، پانل رو مربعی در نظر بگیرید. من حالا اغراق‌آمیز رسم کنم. ستون وقتی مستطیلیه، این یا از اینجا بریده میشه، اون وقت وزن این قسمت به وزن این قسمت میزنه اینجا رو میبر. یکی هم هست که از راستای قائم بریده بشه. ستون مستطیلی، حالا هم سایز این بخوام رسم کنم، اگر ستون خیلی مستطیلی اینجا من در نظر بگیرم، در راستای قائم بخواد بریده بشه وزن بیشتری بهش میزنه، یعنی این قسمت راحت تر بریده میشه. علت وزن بیشتری بهش میزنه. بنابراین من اینی که حساب کردم برای راستای کوتاه‌تر بود. با توجه به اینکه مقطع ستونم مستطیلی است، باید راستای بلندتر رو برمی‌داشتم. این دوتا راستای x و y داریم دیگه، باید نگاه می‌کنیم کدوم راستا حاکمه. این راستا وزنش کمتره، کوتاه‌تره، این ور وزنش بیشتر میشه. 2.48 میشه. پس اینم باید 2.48 برمی‌داشتم. برای مقطع A حساب کردیم تو جزوه و پای تخته برای مقطع ب. آره دقیقاً. حالا علتشو توضیح دادم که هر دوش باید چک بشن، ولی عملا این حاکم نمیشه. اینو بیخود چک کردیم به خاطر اینکه تو مقطع ب این طول کمتره، تو مقطع آ این طول بیشتره، وزن بیشتری وارد میشه بهش. این میشه کنترل در حقیقت برش یک طرفش. حالا همین دال رو اگه بخواد پانچش کنه چی میشه؟ به جای اینکه بخواد اینجوری این مسیر 5.5 متر رو ببره، این سقف لازم نیست این مسیر 5.5 متر رو ببره، میتونه بیاد این مسیر پانچ رو برش بده. خب برش اینجا کوتاه‌تره، شاید این تعیین کننده باشه، به صورت چاله درش بیاره. اگه به صورت چاله بخوایم حساب کنیم دیگه اینو تمرین زیاد کردیم، راحت میتونیم حساب کتاب بکنیم. اینجوری حساب میشه. خاموت هم نداریم دیگه. بذار یه خورده وسط‌تر بنویسم. این وی یومون چند میشه؟ این دفعه کل اینجا اینو فشار میزنه. وقتی دارید پانچو حساب میکنید کل دور تا دور اینو هلش میده پایین، میشه کیو یو در 5.5 متر به توان 2 منهای حالا ابعاد اینجا، این چالهه چند در چند میشه. این چالهی که تشکیل میشود چند در چند خواهد بود. خود ستون 35 در 65. چاله‌ای که تشکیل میشه به فاصله دی دوم از بر ستون تشکیل میشه. این چاله دیمون 12 سانته، بس از هر طرف 6 سانت فاصله چاله از فاصله خط برش از ستون خواهد بود. پس کل عرض اینجا میشه 42. این سمتش هم میشود چقدر؟ 65 به علاوه 12 میشه 77. پس 42 در 77 میشه. منهای کیوی اونم 10^2 فکر کنم شد. این VSC چیه؟ چون خاموت نذاشتیم میشه ضرب داره. این چون مستطیلیه باید هر سه فرمول رو حساب کنیم، ولی خیلی مستطیلی نیست. از 2 برابر چون بیشتر نیست، من فکر میکنم بازم 33 حاکم میشه. حالا ما هر چی تا حالا حل کردیم همش 33 شد. ببین به صفر رو متوجه میشی چی می نویسم؟ به صفرمون محیط پانچمون چجوری حساب میشه؟
محیط پانچمون اینجوری حساب میشه. باید ببینیم آیا این نیرویی که اینو هلش میده پایین از مقاومت برشی چاله بیشتره یا کمتر هستش. خب اول ببینیم این 33 صدم حاکم میشه یا نه. من آوردم اینجا اول نیرو رو حساب کردم، نیروی وارده شده 305 کیلو نیوتن. بعد آوردم 33 صدم شده حاکم نشده، 33 صدم شده 1.51. این چون خیلی مستطیلی بوده این حاکم شده، ولی تقریبا همونه ها، جفتش هم 1.5. یه کوچولو فرق کرده. به جای اینکه 33 صدم حاکم بشه اون بتاه تاثیرگذار بوده. آقای مهندس شکویکیان میگه که خیلی مستطیلیه 33 صدم نمیشه، میگه ریسک نکن، این درست حد زده. میگه الان این مستطیلیه دیگه، باید بری فرمولا رو حساب کنی دیگه، تنبلی نکن. من تنبلی کردم. مقدار بتا بزرگتر از 2. بله آقای مهندس ولیپور دقیقاً. من حوصله نداشتم حساب نکردم، گفتم ایشالله ماشالله که اونم حالا خیلی هم بی ربط نشد، یعنی حتی یه کوچولو هم رد بشه، همونطور که میبینید مثلا یه کوچولو دورم رد بشه خطامون باز خیلی زیاد نخواهد بود. مقاومتش شده 428 تا، نیروی وارده 305 تا. میشه به این شکل در حقیقت چکش کرد. توی نرم افزار هم حالا اینو حساب میکنه. ایشالله جلسه بعد اگر فرصتی شد من یه مورد از پانچ مونده، لنگر نامتعادله که اینو جلسه بعد توضیح خواهم داد. یه اشاره هم به نرم افزار میکنم. بعدش دیگه کارمان از دال و اینها تمام است و یه تیرچه بلوک رو باید یه سری توضیحاتی بدم خدمتتون. این قسمت های خیزش رو نخواهیم خوند. در مورد دیوار هم نخواهیم خوند. یعنی عملا فکر کنم یه دو جلسه یا 3 جلسه دیگه ما نیاز داشته باشیم. 2-3 جلسه دیگه. باشه، خسته نباشید. تا جلسه روز یکشنبه جلسه نخواهیم داشت. یکشنبه دوباره جلسه کارگروه هست. اگه کم آوردیم من احتمالاً فوق‌العاده خواهم گذاشت. ممکن هستش که من جلسات دیگه فوق‌العاده داشته باشیم. جلسه دیگه یک شنبه بعد که جلسه داریم نخواهیم داشت، از اون به بعد دیگه روتین البته میتونیم داشته باشیم، مشکلی وجود نداره. بسیار خوب، ممنون از همه شما و خدا حافظ همتون.